ساکن دهه جورز از دهاتی به نام عبدی عوض سفرعلی چیلیف در ناحیه وسیع و بیرون از آن همچون دهقانی اصیل شناخته شده است. با مهنت این دهقانی کارآزموده این زمین‌های بایر سالها خوابیده به زمین کیش تبدیل داده شده است. اما که سفرعلی با استفاده از غذا تامین نمودن خاک و رعایت دیگر قاعده‌های آگروصنعتی سطح آب‌های زیر زمین را در این خطه پس نموده میدان شوره‌های لالبسته را به زمین کیش تبدیل داد و این سال دوم می‌شود که اینجا پخته می‌کند. حالت نیال‌های پخته در این زمین‌ها نظر به سال گذشته امسال خیلی بهتر شده است میگوید او. پارسال از هر گکتاری 23 سنری به دست آوردیم، اما سال یکم که بود خراجات‌ها در یک گکتار 15000 سومانی را تشکیل کرد. امسال نسبتاً با کاردان شدیم، با تجربه شدیم، بازی با خرج کم ما پخته را نه به این حالت آورده رساندیم. حاضر ما در سرشوی سرچینی پخته به اصطلاح چکن که میگن قرار داریم. هر یک کار از جمله در ساحه کشاورزی نیست یا تشکیل کار میگن به اصطلاح تکنولوژی تشکیل درست کار با ما دست میدهد که ما حاصل دلخواه به دست داریم. عامل های سر حاصل کردن زمین حاصل خوب به دست آوردن اینها اند: شودگار چقور، تخم اعلی صفت و کارکرد سری وقتی زراعت و مبارزه علیه حشرات‌های ضرررسان. یعنی 4 عامل اگر اجرا شود انشاءالله و کدام زراعتی که نباشد ما حاصل دلخواه به دست آورده میتوانیم. ما واضح همه کارکرد زهر خیمیکات کردیم، نرم یک بار کردیم، دویم بار کردیم، آب دادیم و نصیب باشه بعد همین سرچین باز نرم کنی نوبتی را آغاز میکنیم. همینقدر تا با آب طلب شدن پخته از آفتاب نیرو گرفته، چقدر که پخته آفتاب رو بنیاد گرمی رو دوست می‌دارد، نیرو گرفته دم گرفته می‌ایستد. سفرعلی چیلیف با مهنت صافدلانه اثبات نمود که به قدر این ثروت طبیعت میرسد. با مهنت چندین ساله موضع شور زمین را به زمین‌های کیش تبدیل دادن او برای دیگر کشاورزان منبع آموزش تجربه پیشقدم است. در زمین‌های با گردش کشاورزی داخل شده از کشت تکراری وسیع استفاده می‌نماید. در این خطه زمین مکیدان کشت تکراری میباشد. این زمین یک وجب نمک داشت، راه گشته نمیشه، شوره بود. بعد جنتاق و شروک و گاز علفهای بیگانه میبرامدن. در نتیجه مهنتی با ثمر چندین ساله ما این زمین رو به این حالت نه چندان خوب هم باشد به این حالت آورده رساندیم. صد با شکرانه ما رو قناعت کرده است. اینا چقدر شما ببینید از طرف چپ من پامیدور با ثمر رسید الکی آماده چینیش است، باید بچینیم. بادرینگ 5-6 مرتبه با بازار برآوردیم چینده. با نصیب باشد بعد این الکی ایرا که گرفتیم کشت تکراری بادرینگ رو میگذرانیم. وقت هست حاضر انشالله با وقتی تیرمو با مردم پیشکش میکنیم. تا چند سال است که من کشت کارتوشکای تکراری میکنم. باور کنید از کشت اوله دیده کشت تکراری من حاصل خوب حاصل تازه میگیرم. باور کنید تخم من نمیخرم، از کشت امسالم تخمی میگیرم، از تخم خودم بردا میشنونم به نهایت حاصلی هم کارتوشکای کلان هم به صفت هم تازه. انا امسال کارتوشکا رو چیدیم، در برش سبزی بود چیدیم، زیادیش خودمون گرفتیم، زیادیش به بازار بردیم فروختیم، در جوش جگاری دان کردیم. حاضر کم باشه برای تامین امنیت اوزقه حصه خود رو کم باشم گذاریم. گفته این کشت‌های تکرار کردیم. منبع اساسی درآمد این اوله از شغل دهقانی بوده. همراه امک سفرعلی از یون اوله و 3 نفر همدهگان در این زمین به کار تامین شدند. پامیدور و بلگاری، سبزیجات دیگر محصولات پالایزی در این زمین نتیجه استفاده عاقلانه زمین از جانب آنها می باشد. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.